حالا زنهای خدا جو ایو امرأتی نگه ماتت و زوجها ان راضین دخلت جنت. کدام زنی که اگر مرد شوهرش راضی باشد جنت میدرد، ایلا جنت جای وی نیست. ایاد نبرانی زنها ولی زبانش یک قلاچی است. بعضیش میگفت که چیکار کردی؟ من ده چی کردی؟ پیغمبر میگه کدام زنی که اگر به زبان درازی کنه شوهرش که تو چی کردی؟ من چی آوردی؟ مردش چیکار کردی؟ خدا تعالی روز قیامت از زبانش در دوزخ کشارش میکنه. نه برادر، 70 ساله تا عبادت الله بیکار میکند. زنها را بعد از خدا قبلگاهش و مردا است. یاد نبرارد. پیغمبر میگه اگر میگه خدا فرمان میکرد که آدم سجده کردن، من زنها را میفرمیدم که شوهراش نه سجده کنند. نه که سجده کردن برای آدم کفر است. من سجده لبنی آدم فقط کفر. و انو کل سلام هم گم که مردک باشید، انو هم کفر است. انم کلی سلامه که برای 10 سون 5 سون کلش در زمین میرسونه، تعظیم بغیر از خدا حرام است. دیگر همه چیز نه یاد نبران. تعظیم کردن بغیر از خدا، حتی پیغمبر نه تعظیم کردن حرام است. وقتی که نامش میشنوی صلوات به زبان میگی اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد و باری و سلم. دو قوت نمیزنی باشه از پشت خدا خواهد منصب داری. بعضی ها دستای خدا خواهد راه براشه، خدا خواهد دو قوت زده چون نسید خدا خواهد. به کارت پیش الله نمیزنی، پیش مخلوق خدا دو قوت نزن. برای 3 سون پول شده، برای یک چک کستیم شده، برای یک ماشین شده ایمان تا نفروش. انسان خدا خواهد حرمت میکند دست پیش مرد. انسان حرمت میکند انشاءالله خدا خواهد با لفظ شیرین شما فلان کدید با خو رفتن و بعد قوت زدن و با سجده کردن نیست عزیزانی من. دین تا از دست میتی خدا خواهد اگر فقط برای دنیا شدی. برای این زنها میاد نبرارن که رضا الله فی رضای زوج، راضی خدا در راضی شوهرای و غضب الله فی غضب زوج، غضب خدا در غضب شوهرای. یاد نبراید اگر شوهر ناراضی باشد این زنهای شما لینزه شود، شب تا سر خانه رفتن نمازهای قضا خوند، تهجد خوند، کوچه نبراید. نه که شوش ناراضی باشد جاش دوزخ است. ولی بعضی بچه ها میرفتن زنها شریف حدیث ها را گو اگر تو برای فایده خودت نگوی، تو برای من ترسون است، این جای ترسش نیست. این سخن پیغمبر بزرگواره، سخن الله که از سیز بالله رجال و قوامون علی النساء. گفت خدا ما مردها را تربیه نکنند آفردیم در بالای ما مردها را پریزیدنت خونه کنیم. میگه خدا این پریزیدنت الله تعیین کرده. همه پریزیدنت روی دنیا نگو خودشید، این همش با فرمان الله میشد. تو هم خوانند خدا پریزیدنت کرده. باید که مرد خدا خواهد پریزیدنتش نه زیر دستاش خدا خواهد بخورونه بپوشونه. ای مرد باشی چی که خوری این حکم خدای واجبه، چی خوری میخورونیش. چون بازار نشاشی میخوری زنت دو تا شاشی نمیاری.